درود بر شما دوستان عزیز و ارجمند. محسن حسینی هستم، آهنگساز، مدرس و نوازنده سنتور. با یک ویدیو آموزشی دیگه در زمینه موسیقی در خدمت شما هستم، با این توضیح که این ویدیوها به سفارش مجموعه محترم سازکالا داره رکورد میشه برای شما عزیزان. عنوان مطلبی که برای این ویدیو آموزشی انتخاب کردم هست 3 رکن اصلی هر آهنگ که حالا باهاش آشنا میشیم. برای اینکه یک نوازنده، یک هنرجو و یک شخصی که میخواد موسیقی رو یاد بگیره درک بهتر و عمیق‌تری از یک آهنگ داشته باشه و بتونه تمام اجزای اون رو به درستی روی سازش پیاده بکنه یا اینکه بخونه، لازمه که شناخت کافی داشته باشه در مورد اینکه یک آهنگ از چه اجزایی تشکیل شده و در واقع ارکان اصلی تشکیل دهنده یک آهنگ چیا هستن. اولین نکته که باید بهتون بگم و توجهتون رو بهش جلب بکنم خود کلمه آهنگ هست. کلمه آهنگ در زبان فارسی به نوعی معنای نظم هم میده، معنای ترتیب هم میده، معنای تطابق هم میده. مثلا فرض کنید واژه‌ای داریم ما به اسم هماهنگ، هم آهنگ، یعنی وقتی که 2 تا چیز با هم منطبقن، با هم اصطلاحاً هماهنگ هستن، این واژه براشون به کار برده میشه. پس عنصر اصلی که ما در موسیقی باید بهش خیلی توجه داشته باشیم نظمه. نظم در زمان، یعنی نظم زمانی، اون چیزی که حالا بهش خواهیم پرداخت و توضیح کامل در موردش خواهیم داد. پس عنصری که خیلی باید مد نظر ما باشه و بهش توجه بکنیم عنصر نظم هست، نظم زمانی. اولین رکنی که هر آهنگ در دل خودش داره و گاهی وقتها مستتر هست، یعنی اون رو شما به طور واضح نمیشنوید توی آهنگ ولی تاثیر خودش رو میگذاره، چیزی نیست به جز وزن آهنگ یا ضرب آهنگ. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر آهنگی که شما میشنوید، هر آهنگ ریتمیکی که شما میشنوید دارای یک نظم زمانی هست که در دل اون مستتر، که با اون نظم زمانی میگیم وزن اون آهنگ. خب این نظم زمانی چجوری قابل تشخیصه؟ آیا تشخیص اون نیاز به آموزش داره؟ خیر. تمام مردم دنیا میتونن وزن یک آهنگ رو به راحتی تشخیص بدن و اون رو دنبال بکنن و اون رو بشنونش و اصلا همون هست که باعث میشه که یک آهنگ در ذهن اونها زیبا جلوه بکنه و ذهن اونها رو درگیر بکنه و با خودش بکشونه. مثال براتون بزنم تا مطلب روشن‌تر بشه. فرض کنید که توی یک مجلسی نشستید، یک مجلس شادی هست و یک موزیکی داره پخش میشه. خب افرادی که تو اون مجلس هستن با اون آهنگ دست میزنن. کجا دست میزنن؟ اولا اینکه همه با هم هماهنگ دست میزنن، بدون اینکه با هم هماهنگی قبلی کرده باشن، همه درست در یک نقطه مشخص از آهنگ دست میزنن و کمتر کسی پیدا میشه که اشتباه دست بزنه و دستش با بقیه هماهنگ نباشه. خب چطور این اتفاق میفته؟ این اتفاق در واقع مربوط میشه به اون چیزی که در دل اون آهنگ هست، یعنی اون آهنگی که داره پخش میشه رو همه میشنون و همه ضرب آهنگ اون و وزن اون رو درک میکنن و به وسیله ضربات دست سعی میکنن که با اون همراهی بکنن. پس در واقع اون دستی که شما همراه یک آهنگ میزنید در واقع دارید اصطلاحاً سرضرب ها رو میگیرید و وزن اون آهنگ رو دارید پیدا میکنید. وزن یک آهنگ در طول اجرای یک آهنگ کاملا ثابته و در واقع هر ضرب تا ضرب بعدی کاملا فاصله زمانی مساوی داره با بقیه ضرب ها و این فاصله یکسانه، مگر اینکه یک جای آهنگ رو اصطلاحاً سرعت تغییر کنه، تمپو تغییر کنه و آهنگ تندتر یا کندتر بشه. ولی به طور کلی میتونیم بگیم که وزن یک آهنگ یا ضرب آهنگ ما در طول اجرای یک قطعه همیشه و همواره ثابت خواهد بود. نمونه های دیگری هم هست از اینکه مردم میتونن وزن رو تشخیص بدن بدون اینکه آموزش موسیقی دیده باشن. فرض کنید مثلا
حتی تو مجالسی که حالا اسما از موسیقی استفاده نمیکنن، مثلا مجالس سینه زنی، اونجا خب اصطلاحاً میگن که ما داریم نوحه میخونیم، هرچند اونها هم با موسیقی دارن نوحه رو پیاده میکنن، ولی مردمی که اونجا همراهی میکنن با اون نوحه خوان در واقع به نوعی دارن سرضرب رو در واقع پیدا میکنن و اجرا میکنن. این پیدا کردن وزن و ضرب آهنگ یک قطعه موسیقی، یک آهنگ، برای شنونده بسیار جذابه و باعث میشه که اون با آهنگ ارتباط بهتری برقرار بکنه و از اون لذت بیشتری ببره و اغلب مردم دوست دارن که با آهنگ‌ها به این شکل همراهی بکنن. حالا اگه جایی نشه دست بزنن، گاهی وقتا ممکنه روی پاشون یا روی میز یه جوری با آهنگ همراهی بکنن. به هر حال ما باید حواسمون باشه که به عنوان یک نوازنده اگر بخوایم که آهنگ ما در ذهن شنونده تأثیر خوب بذاره و شنونده رو جذب خودش بکنه و شنونده از شنیدن اون لذت ببره، در اجرامون باید حواسمون بسیار بسیار زیاد به مقوله وزن آهنگ و ضرب آهنگ باشه و در واقع ضربگیریمون دقیق باشه. اون چیزی که ما گفتیم با مترونوم انجام میدیم و مترونوم به ما سرضرب رو میده، گفتیم شمارش میکنیم و فاصله زمانی نوت ها رو رعایت میکنیم، این باید به درستی رعایت بشه و دقیق رعایت بشه تا وزن یک آهنگ درست از آب در بیاد و شنونده از اون لذت ببره. خب همونطوری که گفتیم وزن یک آهنگ یک عنصری که در طول یک آهنگ ثابته و هیچ تغییری نمیکنه و در واقع به طور منظم ادامه داره و عموماً به طور واضح شنیده نمیشه، مگر اینکه مثلا یک ساز کوبه‌ای فرض کنید که همراه یک ساز ملودیک نوازندگی کنه و توسط اون این سرضرب‌ها و این به اصطلاح وزن واضح به گوش شنونده برسه. حتی در موسیقی امروزی هم ما میبینیم که موسیقی هایی که عنصری در اونها وجود داره که این وزن رو بهتر به گوش شنونده میرسونه، با اقبال بیشتر مردم مواجه میشه. این یکی از مشخصه ها و مؤلفه های موسیقی پاپ هست. یعنی موسیقی پاپ چون مثلا سازهای مثل درام دارن که خیلی سرضربای واضح و دقیقی رو به گوش شنونده میرسونه، معمولا برای مردم خیلی جذاب است. حتی خیلی از موزیسین های سنتی هم در ایران الان دارن تلاش میکنن که اون موزیک سنتی خودشون رو به وسیله عناصر موسیقی پاپ به گوش مردم برسونن، چون درک کردن که این مقوله وزن برای مردم بسیار جذابه و اهمیت داره. عنصر دومی که بسیار مهمه ما اون رو درک بکنیم، بشناسیمش و در اجراش کاملا وسواس داشته باشیم، عنصر ریتم هست. خب ببینیم فرق ریتم و وزن در چی هست. وزن یک سری فاصله های زمانی مساوی بود که لزوما ممکن بود در قطعه به طور واضح شنیده نشه، ولی قطعه بر مبنای اون بنا میشد و اجرا میشد. در واقع مترونوم وقتی که شما استفاده میکنید به نوعی داره سرضرب ها رو به شما میده، به نوعی داره وزن قطعه رو به شما میده، ولی ریتم رو به شما نمیده. خب ریتم چی هست؟ از لحاظ کاربردی تعریف ریتم اینه: زمانی که شما محتوای یک وزن رو، یک ضرب رو میاید دستکاری میکنید و به جای اینکه از این ضرب تا اون ضرب مثلا فرض کنید خالی بمونه، داخل اون یک سری عناصری میچینید، شما عملا ریتم رو به وجود میارید و وقتی که این ریتم در یک چرخه تکرار بیفته، خب قطعا خیلی واضح‌تر میشه و خیلی مشخص‌تر به گوش شنونده میرسه. خب حالا من میخوام برای شما نشون بدم که چطوری میشه ریتم رو بر روی وزن سوار کرد. شما این 4 تا خط کوتاه عمودی که من اینجا کشیدم رو فرض کنید که در واقع نمادی از وزن قطعه هستند، یعنی نمادی از سرضرب‌های اون یک آهنگ هستند، نمادی از ضرب آهنگ ما هستند. خب بالای اینها من می‌نویسم 1 2 3 4. البته خب این وزن میتونه ادامه پیدا بکنه، مثلا 5 و 6 باشه یا دوباره 1 2 3 4 شروع بشه، مثل میزان بندی هایی که توی آهنگ ها ما داشتیم. ولی خب حالا فعلا 4 تا شما میخوام استفاده بکنم. خب میبینیم که این وزن ها کاملا شبیه همن و هیچ تفاوتی از لحاظ ظاهری هم حتی با هم ندارن و یه سری فواصل زمانی مساوی هستن که ما به صورت حالا
تصویری اینجا به شما نشون دادیم. حالا اگر من بیام یک حرکتی انجام بدم و اونم اینه که فرض کنید که یک نوتی رو بذارم، مثلا کشش سیاه که میدونیم یک ضربه. خب این کشش سیاه من بیاد ضرب اول من رو در بر بگیره، یعنی زیر این خط تیر اولی من بنویسم سیاه، یک کشش سیاه بذارم در واقع. ولی ضرب دوممو به جای اینکه یه دونه سیاه باشه تبدیلش بکنم به 2 تا چنگ، یعنی از این ضرب تا ضرب بعدی من یه دونه کشش چنگ اضافه بکنم، یعنی روی سر ضرب یه چنگ و وسط این ضرب تا ضرب بعدی هم یه چنگ دیگه. و در ضرب سومم بیام به جای 2 تا چنگ حالا این دفعه 4 تا دولاچنگ بگذارم، یعنی در واقع اون ضرب رو تقسیم بکنم به 4 قسمت مساوی و اون 4 قسمت مساوی رو من اختصاص بدم به این ضرب که در واقع هر کدوم میشن یک کشش دولاچنگ. شما میدونیم که کشش دولاچنگ ارزش زمانی معادل 1/4 ضرب یا 1/4 سیاه داره. و حالا مثلا ضرب چهارم هم همون یه دونه سیاه ساده در نظر بگیر. خب حالا اگه ما بخوایم بیایم این وزن و ریتم رو بخونیم، وزن خوانی کنیم، ریتم خوانی کنیم، میبینیم که وزن ما بدون اینکه هیچ تغییری داشته باشه و هیچ حس ریتم و حرکتی رو به ما بده، یه سری ضربات ثابت داره. دام 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 دام، همینجور ثابت داره میخوره، مثل ضربات مترونوم. هیچ حس موسیقایی به ما نمیده. اما زمانی که من میام ریتم رو میخونم، یعنی اون کشش هایی رو که به هر ضرب اختصاص دادم رو میخونم، این اتفاق میفته. دام رام دام را دا 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 دام، دام رام دام را دا 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 دام. یعنی تو همون 4 ضربی که حالا کاملا ساده و بدون هیچ تغییری داشت پیش میرفت، من اومدم عنصر ریتم رو سوار کردم. یعنی اومدم در فاصله بین هر ضرب تا ضرب بعدی عناصری رو گنجوندم که از نظم موسیقایی برخوردار هستن، که البته این یه نمونه است، بی نهایت حالت مختلف میتونه داشته باشه و باعث شد که شما عنصر ریتم رو اینجا بشنوید. البته یادمون باشه که یکی از فاکتورهای مهم در ایجاد حس ریتم و حس حرکت و حس پویایی در ذهن شنونده تکرار ریتم هست. یعنی اگر ریتمی تکرار بشه تاثیرش چندین برابر میشه. رام رام دام را دا 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 دام، رام رام دام را دا 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 دام. این نکته بسیار مهمیه که باید دقت بکنیم. خب تا اینجای قطعه ما وزن رو شناختیم که گفتیم در واقع ساختار اصلی زمانی هر آهنگ هست که در دل آهنگ مستتره و واضح شنیده نمیشه. یعنی شما تو دل آهنگ معمولا اون سرضربا رو کمتر میشنوید که به این صورت واضح شنیده بشه، ولی ریتم اینطوری نیست. یعنی ریتم رو شما کاملا واضح میشنوید، یعنی ریتم قراره که کاملا به گوش شنونده برسه. وزن و ریتم رو یاد گرفتیم. حالا من میخوام عنصر نهایی رو به شما بگم که در واقع بر مبنای ریتم و وزن شکل میگیره و اون چیزی نیست جز ملودی. ملودی که حالا به زبان فارسی گاهی وقتا بهش نغمه یا نوا هم گفته میشه، عبارت است از اختصاص دادن نوت‌ها به عناصر ریتم. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما یک ریتمی رو ایجاد کردید بر مبنای وزنی که داشتید. یعنی اومدید گفتید که خب من وزن قطعم اینه، فاصله زمانی هر ضرب تا ضرب بعدی اینقدره، اینو پیدا کردم. حالا اومدم تقسیم بندی های داخل هر ضرب رو هم انجام دادم و به ریتم رسیدم. حالا میام هر کدوم از اجزای ریتمم رو به یک نوتی اختصاص میدم.
مثلا فرض کنید ریتمی که ما اونجا در آوردیم به این صورت بود: رام رام دام را تا 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 دام، رام رام دام را تا 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 دام. اگر من بیام این رو به این شکل اختصاص بدم به نوت ها که مثلا اون سیاه اولی رو بذارم روی نوت سل، دو تا چنگ بعدی رو بذارم روی فرض کنید که نوت لا و سی، و 4 تا دولا چنگ بعدی رو بذارم روی ر دو سی لا، و آخرین ضربم که باز یه دونه سیاه بود اون رو بذارم روی نوت سل، یعنی بشه سل لا سی ر دو سی لا سل، سل لا سی ر دو سی لا سل، سل لا سی ر دو سی لا سل. عملا من دارم به آرامی و به مرور یک ملودی رو پردازش میدم و شکل میدم. خب اگر روی سازم من بخوام اینو پیاده بکنم به این شکل میشه: سل لا سی ر دو سی لا سل، سل لا سی ر دو سی لا سل، رام ران دام را تا 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 دام، دام را دام را تا 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 دام. خب ما اینجا دیدیم که ملودی ما بر مبنای ریتم و خود ریتم هم بر مبنای وزن شکل گرفت. پس در نتیجتا ملودی کاملا وابسته به ریتم و وزن هست. یعنی اگر شما ریتم رو درست درک نکرده باشید و درست اجرا نکرده باشید، ملودی شما هم درست از آب در نخواهد اومد. مثلا اگر به جای اینکه بشمارید دام رام دام را تا 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 دام، اینو کج و کله بگید دام رام دام را تا تا دام دام، اینجوری بگید، وقت ملودیتون هم اینجوری میشه، یه همچین چیزی در میاد. ریتم شما درست از آب در نمیاد. پس ملودی درست بر مبنای ریتم درست از آب در خواهد اومد. پس نتیجتا ما باید سعی کنیم که در درک ریتم که اساسی ترین و حیاتی ترین عنصر شکل دهنده ملودی هست بسیار دقت بکنیم، وسواس داشته باشیم، از امکانات و لوازم موجود برای این کار مثل مترونوم به خوبی استفاده بکنیم که ریتممون درست از آب در بیاد. و هرچه شما تمرین بکنید و هرچه شما بیشتر باهاش سر کله بزنید، قطعاً درک بهتری از اون پیدا خواهید کرد و نتیجتاً ملودی شما هم درست از آب در خواهد اومد. نکته بعدی که لازمه اینجا توضیح بدم اینه که اگر شما عنصر ریتم رو از ملودی بگیرید و فقط به نوت‌های اون بسنده کنید، یعنی بگید خب من یه سری نوت دارم سل لا سی ر دو سی لا سل، خب من این رو کافیه پشت سر هم بزنم اون آهنگ شکل میگیره، مثلا اینجوری بزنم، درسته من همون نوت ها رو زدم ولی دیگه اون ملودی نشد، اون ملودی من، اون ریتم من این بود. پس لازمه که اجزای ملودی در واقع نوت های ما در موضع و موقع زمانی درستشون اجرا بشن، اون چیزی که ریتم به ما میده، و اگر غیر از اون باشه قطعا ملودی هم دیگه شخصیت خودش رو پیدا نمیکنه. یعنی شما دیگه نمیتونید تشخیص بدید که این چه آهنگه، این چه ملودیه. پس بسیار با اهمیته که شما روی این مسائل بیشتر وسواس نشون بدید. یه نمونه میخوام براتون اجرا بکنم. یک آهنگ معروفی رو من اول با یک ریتم خراب میزنم، بعد ریتمش رو درست میکنم، ببینید چقدر فرق میکنه. نوت ها کاملا درستن، یعنی نوتی رو اشتباه نمیزنم، نوت هایی که تو اون آهنگ استفاده میشه، ولی اول با ریتم اشتباه میزنم بعد با ریتم درست. ببینید مثلا خب خیلی سخته تشخیص بده چه آهنگیه، در حالی که من اگه توی ریتم درستش بزنم زمان بندی درست میشه این. خب این الان یک ملودی ازش پدیدار شد. پس ملودی کاملا شخصیتش رو از ریتم میگیره و کاملا به اون وابسته است، یعنی ملودی بدون ریتم معنا نداره. از اون طرف ریتم هم سرعتش رو و در واقع نظمش رو از وزن و ضرب آهنگ میگیره. پس ریتم بدون ضرب آهنگ به هیچ عنوان درست از آب در نمیاد. اگر ضرب آهنگ شما اشتباه باشه ریتمتون هم اشتباه از آب در خواهد اومد.
پس این رو مد نظر داشته باشید که اینا همه به هم وابسته است. اما یک نکته، گفتیم که ملودی نمیتونه مستقل از ریتم باشه، ولی ریتم میتونه مستقل از ملودی بیان بشه و تأثیر موسیقایی بذاره. نمونهش سازهای کوبه‌ای و سازهای ریتمیک. ما یک سری سازهای توی موسیقی داریم که اصطلاحاً بهش پرکاشن ها گفته میشه. همونطور که توضیح دادم، ملودی کاملاً به ریتم وابسته است و شخصیتش رو از در واقع ریتم میگیره و ریتم هم شخصیت و نظم خودش رو از وزن و ضرب آهنگ میگیره. اما یک نکته بسیار مهم اینه که اگرچه ملودی نمیتونه مستقل از ریتم وجود داشته باشه و به اون وابسته است، ولی ریتم میتونه مستقل از ملودی وجود داشته باشه. نمونه اون هم سازهای ضربی و سازهای کوبه‌ای، سازهایی که اصطلاحاً بهشون پرکاشن ها گفته میشه، یعنی سازهایی که شما با اونها فقط ریتم اجرا میکنید، یعنی هیچ ملودی وجود نداره، نوت ندارن، دو ره می فا صل لا سی ندارن، شما نمیتونید در واقع ملودی از اونها استخراج بکنید، نغمه استخراج بکنید، ولی ریتم دارن، ولی بسیار شنیدنی هستن و در واقع یکی از عناصر مهم در هر ارکستری هستن. پس ریتم میتونه که مستقل از ملودی وجود داشته باشه. یک نکته هم اینجا به ذهن آدم خطور میکنه و اینکه همین مطلبی که توضیح دادم شاید این فرضیه رو در ذهن ما تقویت بکنه که شاید اولین و بدوی ترین نوع موسیقی که بشر اون رو درک کرده ریتم باشه، موسیقی های ریتمی بوده، نه موسیقی های ملودیک. کما اینکه ما میبینیم که توی قبایلی که هنوز به سبک بدوی زندگی میکنن، مثل تو کشورهای مثلا آفریقا اینها، اون قبایل ریتم درشون بسیار مهمه و بسیار اهمیت داره، حتی بیشتر از ملودی. و این هم شاید برمیگرده به نوع خلقت و تکامل انسان، چرا که ما میدونیم که حتی کودکان خردسال و حتی کم سن و سال و بچه ها هم به ریتم واکنش نشون میدن و میتونن ریتم رو درک بکنن و در واقع از اون برداشت موسیقایی داشته باشن. امیدوارم که مطالب آموزشی این جلسه برای شما دوستان عزیز مفید بوده باشه. شما رو تا ویدیوی دیگه و آموزش دیگه به خدای بزرگ میسپارم. پیروز باشید.